هموطنان عزیز، فردا عید سعید قربان که ماهیت آن را ارزش‌های نیک انسان دوستی، انجام کارهای خیر و ثواب، ترغیب عدل و انصاف و کمک و مهربانی نسبت به همدیگر تشکیل می‌دهند فرا می‌رسد. مردم شریف تاجیکستان را به این مناسبت صمیمانه تبریک میگویم و به هر خاندان کشور آرامی و آسایش و روزگار با سعادت آرزو می نمایم. طبق تعلیمات دین مبین اسلام، حکمت این عید مقدس پیش از همه احترام و شناخت قدر و منزلت همدیگر، بخصوص پدر و مادران، دیگر کلانسالان، شکرانه زندگی آرام و آسوده، آمرزش گناه ها، خیر و سخاوت، ترغیب راستی و رستگاری و صفای باطنی این شخص مسلمان می باشد. در خاطر باید داشت که عید قربان توی یا مراسم نیست که باعث وزنی شدن وضع مالی انسان و اعضای عائله وی گردد. رسوم و آداب آن، ادای نماز عید و قربانی کردن تنها از جانب شخصان دارای امکانیت مساعد مالی می باشد. اصل و ماهیت قربانی غمخواری در حق همدیگر، رحم و شفقت و جهت دستگیری مردم کم بضاعت به خیر و سخاوت جلب نمودن مردم دارا می باشد. تکراراً خاطر نشان می نمایم که قربانی کردن تنها به شخصان واجب است که امکانیت مساعد مالیوی دارند و در مسئله تأمینات اهل عائله آنها مشکلی وجود ندارد. یعنی قربانی کردن برای همه مؤمنان شرط و حتمی نیست و انجام دادن این عمل به قدرت و توانایی هر شخص وابسته می باشد. در آیت 286 سوره بقره قرآن مجید ذکر شده است که خدا بر هیچ کس جز به اندازه تواناییش واجب نمی کند. آنهایی که آیین قربانی را انجام می دهند باید قربانی را در نوبت اول به خواهر و برادر و خویشاوندان نیازمند خود، عائله های کم بضاعت، دیگر شخصان احتیاجمند و همسایه ها دهند. همچنین در عرفه عید قربان مؤمنان به زیارت خانه خدا می روند که یکی از ارکان دین مبین اسلام می باشد. در رابطه با این قابل ذکر است که در کشور صاحب استقلال ما در اساس کنستیتوسیا به شهروندان آزادی وجدان و آزادی پیروی به دین
کفالت داده شده است و دولت و حکومت مملکت آن را همچون یکی از رکنهای مهم حقوق و آزادی‌های انسان حفظ و تأمین می‌نماید. حالا در کشور ما بیش از 4000 مسجد در خدمت نمازگزاران قرار دارد. یعنی با 2.5 هزار نفر یک مسجد راست می آید. حالانکه این نشان دهنده در کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل 3.5 هزار و در ممالک دیگر جهان 5.5 هزار را تشکیل می دهد. در 70 سال زمان گذشته در کشور ما همگی 17 مسجد فعالیت داشت و خلاص. تا امروز بیش از 255 هزار شهروندان تاجیکستان مراسم حج فرضی و زیاده از 400 هزار نفر سفر عمره را به جا آوردند. امروز ها باز هزاران نفر دیگر به زیارت خانه خدا رهسپار شدند. این در حال است که طی 70 سال دوران گذشته همگی 29 نفر شهروندان ما مراسم حج را به جا آورده بودند. وابسته به این یک نکته مهم را تاکید می نمایم. روش منطقی بنیاد دولت ملی ما طلب می کند که هم ارزش‌های معنوی، هم رسم و آیین‌ها و هم سنت و عنعنه‌های فرهنگ اجدادی باید برای تحکیم صاحب استقلالی و صاحب اختیاری و امنیت دولت و جامعه مساعدت نمایند. یعنی در خدمت صلح و ثبات و سعادت و آسایش مردم کشورمان قرار داشته باشند. زیرا اگر در کشور صلح و آسایش برقرار و پایدار نباشد، ما و شما نمی توانیم که رسم و آیین‌ها و سنت و عنعنه‌های ملی و اعتقادیمان را عملی سازیم و فریضه‌های دینی خود را به جا آوریم. از این رو هر یکی ما مسئول و وظیفه داریم که در عملی نمودن ارزش‌های ملی و دینی منفعت‌های خلق تاجیکستان و دولت تاجیکان را همیشه در مد نظر داشته باشیم. ما باید در یاد داشته باشیم که هم آهنگی درست و عاقلانه ارزش‌های ملی و اعتقادی با منفعت‌های مردم کشور و وطن عزیزمان کفالت استواری و بردوامی دولتداری ملی ما می باشد. خیر و سخاوت، دستگیری یتیمان و معیوبان، عائله های کمبزاعت، صرفه سرشته‌کاری و رعایت معیارهای مقرر کرده قانون تنظیم، یعنی تأمین ولایت قانون
تربیه فرزندان، آموزانیدن علم و دانش، کسب و هنر با آنها و آماده کردن متخصصان سازنده و ایجادکار مهمترین کارهای می باشند که باید در این سمت انجام داده شوند. من اندیشه های خود را در خصوص وضع مفکوروی جامعه از جمله آداب حج بارها گفتم و 9 مارس سال جاری در ملاقات با فعالان، نمایندگان جامعه و خادمان دینی کشور این مسئله ها را بار دیگر مفصل بیان داشتم. از جمله تاکید نمودم که وقتهای آخر بعضی هموطنان ما در انجام دادن مراسم حج با زیاده روی و نمایشکاری را داده زیارت خانه خدا را با یک نمود مسابقه مبدل ساخته ایستادند. این روند در حال ادامه دارد که در زندگی و شرایط عائله بسیار از آنها مشکلات زیاد وجود دارند. حالتهای نیز جای دارند که بعضی ها حتی قرض گرفته به حج می روند. در هر دو حالت، یعنی هم در صورتی که آدمان با داشتن مشکلات در زندگی عائلویشان و هم با گرفتن قرض این کار را انجام می دهند، آداب و رسوم حج و ایران و حکمت آن علت پذیر می گردد. وابسته به این مسئله در محفظ و سرچشمه های معتبر دینی واضحاً گفته شده است که حج فقط یک بار واجب است. زیرا پیامبر اسلام یک مرتبه حج کرده تکراراً انجام دادن این عمل را برای خود در حالی که در سرزمین عرب میزیستند روا ندیدند. شخصانی که تکرار به تکرار به حج می روند فرموده های بزرگانمان را نباید فراموش سازند که گفتند دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. مولانا جلال الدین بلخی نیز در این خصوص گفته است حج خانه خلیل آسان است، اما حج حرم جلیل کار شیرمردان است. یعنی زیارت کردن و شاد گردانیدن دل انسان که جایگاه و نظرگاه خداست، بخصوص قلب شخصان بیمار و محتاج و عائله های کمبضاعت مهمتر از زیارت خانه خدا می باشد. یکی از دانشمندان بزرگ تاجیک مولانا حسین واعظی کاشفی که از مفسران مشهور قرآن کریم می باشد، مردم صاحب دل را دعوت می کند که طواف کعبه دل را انجام دهند و ثواب بیشتر به دست آورند.
ما باید در خاطر داشته باشیم که به جا آوردن حج خانه خدا برابر به ادای یک فرض در قطار روزه و نماز است. بنابراین باید دانست که حج جایگاه و مقام یک مؤمن را از مؤمن دیگر بالا نمی برد، زیرا منزلت و آبروی انسان مؤمن و مسلمان تنها با پرهیزگاری و پارسایی و نفع رسان بودن با انسانها بلند می گردد، نه با راه دیگر اینکه در یگان سرچشمه های اسلامی نسبت به دیگر مؤمنان بلند بودن عنوان حاجی ذکر نشده است. طور هموطنان عزیز ما مشاهده میکنند سالهای آخر صدها نفر شخصان خیرخواه و وطن دوست ما مبلغ برای حج جمع کردهشان را در راه کمک به یتیمان و معیوبان، عائله‌های کم‌بضاعت و شخصان نیازمند، بنیاد و تعمیر راه و پل‌ها، مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی و دیگر کارهای خیر صرف کرده ایستادند. عمل آنها البته قابل تحسین و دستگیری می باشد، زیرا کارهایی که چنین شخصان انجام می دهند به خیر و آسایش و بهبودی روزگار مردم روانه گردیدند. در رابطه با این یک حدیث صحیح را از مجموعه حدیث‌های ابوالقاسم طبرانی ذکر می نمایم که چنین است: روزی در حضور حضرت عمر مردی نزد حضرت پیامبر آمد و پرسید: یا رسول خدا، کیست بهترین انسان از مردم نزد خداوند و کدام عمل است که از محبوب ترین عملها نزد پروردگار؟ پیامبر اسلام جواب دادند: بهترین انسان نزد خداوند کسی است که منفعتش بیشتر به مردم میرسد و محبوب ترین عمل نزد پروردگار دل غمگین را شاد کردن، وزنی محتاج را برآوردن و مشکلی و قرض بنده را سبک کردن یا گرسنه را طعام دادن است. این است حکمت اصلی تعلیمات دین مبین اسلام. در این راستا احترام پدر و مادر و به جا آوردن خدمت آنها که در فرهنگ چندین هزار ساله ما مقام قبلگاه را دارند، از جمله حکمت‌های دین مبین اسلام عید سعید قربان و بهترین ثواب می باشد که به قول بزرگان برابر به حج کردن است. در شرایط بسیار حساس و پیچیده جهان معاصر ما باید سرجم و متحد باشیم. سرزمین اجدادیمان را باز هم آباد و زیبا و دولتمان را
نیرومند و پیشرفته گردانیم. فرزندانمان را تربیت درست دهیم. آنها را به آموختن علم و دانش‌های معاصر، کسب و هنرهای زمانوی، زبانهای خارجی و البته آداب و اخلاق حمیده هدایت نماییم. در این روند باید به تعلیم و تربیت دخترانمان، یعنی با سواد و صاحب کسب و هنر گردانیدن آنها اعتبار مخصوص دهیم. ما باید همیشه شکرانه کنیم که دولت صاحب اختیار و وطن آزاد و آباد داریم. جهانیان ملت تاجیک را با فرهنگ و تمدن باستانیش می شناسند و تشبس‌های سازنده دولت تاجیکان را جانبداری می کنند. ما باید همیشه و در هر جای دنیا از تاجیک بودن خود افتخار کنیم. زیرا ما ملت تمدن ساز و فرهنگی و صاحبان رسم و آیین‌های ملی می باشیم که ماهیت و جوهر و معنی آنها را در هر دور و زمان اندیشه های انسان دوستانه و خیرخواهانه تشکیل می دهند. محض زبان، فرهنگ و تمدن و رسم و آیین‌های ملی تاجیکان بودند که ما را در دوره‌های وزنی‌ترین تاریخی حفظ کردند و به این روزهای نیک رسانیدند. یعنی تاجیکان به شرافت همین ارزش‌های باستانی خویش پیش از همه با زبان، فرهنگ، رسم و آیین، سر و لباس و سنت و عنعنه‌های خاص خود از جمله نوروز، تیرگان، مهرگان و سده در طول هزار ساله ها زنده ماندند و هزار ساله های دیگر نیز زنده خواهند ماند. از این رو ما نیز در شرایط صاحب استقلالی برای حفظ این فرهنگ و تمدن پرغناوت ملی مسئول و وظیفه داریم. ما با افتخار بیان می داریم که به مذهب دیگر، به جهانبینی و مفکوره دیگر، به عرف و عادت، رسم و آیین، سر لباس و فرهنگ و معنویات بیگانه احتیاج نداریم. زیرا همه این ارزش‌ها را ما در آمیزش برجسته با خصوصیت‌های صرف ملی خودمان داشتیم و داریم. ما نباید از یاد براریم که مذهب از همه بیشتر گسترش یافته اسلام را که با عقلگرایی، تحملگرایی و انسان دوستیش نظیر ندارد، فرزند بزرگ ملت تاجیک ابو حنیفه نعمان ابن ثابت یعنی امام اعظم پایگذاری کرده به خدمت مسلمانان عالم گذاشته است. ما با افتخار بیان می داریم که آریایی هستیم
تاریخ بیش از 6000 ساله داریم و ساکنان بومی و صاحبان همین سرزمین می باشیم. بنابراین ما نباید بیگانه پرستی کنیم و به خرافات و افراطگرایی راه دهیم. برعکس ما باید همیشه هوشیار باشیم که مثل سالهای 90 عصر گذشته بار دیگر فریفته و گرفتار نقشه های مغرضانه دیگران نگردیم. دولت تاجیکستان با تکیه به عقل و خرد ازلی مردم خود برای تأمین نمودن خوشبختی شهروندان کشور، یعنی حفظ صلح و آرامی، ثبات سیاسی و زندگی آسوده هر یک خاندان مملکت، تمام تدبیرهای ضروری را عملی می‌گرداند. تکراراً تاکید می‌سازم که ما اکنون دولت بنیاد کرده ایستاده ایم. در زندگیمان هنوز مشکلات زیاد داریم. برای حل آنها کار میکنیم، زحمت میکشیم، وطنمان را صاحبی میکنیم، آباد میکنیم و نمیگذاریم که خلقمان دستیگری دیگران شود. بخصوص جوانانمان که ما آنها را ذخیره بزرگ استراتژی برای آینده دولت صاحب استقلالمان می‌حسابیم، باید خوانند، دانشمند شوند، حس بلندی ملی و افتخار وطنداری داشته باشند و از تاجیک بودن خود افتخار نمایند. ما سالهای نهایت وزنین 90 عصر گذشته را که با دخالت قوه‌های بدخواه و خواجگان خارجی آنها به سرمان آمد سپری نمودیم. ملتمان را دیگر باره صاحبی کردیم، سرجم نمودیم. دولتمان را از نیستی نجات دادیم، یعنی از وضعیت بی‌نهایت سنگین شکر که برآمدیم. از این رو باید چون هر وقت زحمت کشیم، بخصوص حاصل فراوان بهار امساله را که به شرافت طبیعت بیشتاسا و از برکت کشاورزان با ننگ و ناموسمان میسر گردیده است بی تلف جمع آوری نماییم. کشت تکراری را وسعت بخشیم، هرچی بیشتر محصولات استحصال کنیم و در فکر ذخیره مواد غذایی و زیاد کردن صادرات محصولات باشیم. با نیت آرامی و ثبات همیشگی و وحدت جاودان ملی بار دیگر فرارسی عید سعید قربان را به همه شما همدیاران عزیز صمیمانه تبریک گفته برایتان تنی صحت، اقبال نیک، برای کار و به تاجیکستان محبوبمان پیشرفت و آبادی روز افزون آرزو می نمایم. عید مبارک باشد هموطنان عزیز.